عجب عجب تاجد له وذهب عجب عجب غاية الحسن بأدب عجب عجب يا رفيعة المقام ولا في قلبي لهب عجب عجب يا عجب يا سكر نباع سيدة كل البنات زينها الشل العظام أوله بمركب أركب تك 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 كفو كفو كل ما مر كفو كفو دام زايد كفو كفو جعلها بلد سلام يا العشق والغرب يا ذكر ربي عليه اللي ما رديت فيه يا عيون ام السهام عالجيني يا السبب حلا حلا انتي من بد الملا حلا حلا لا عدم لا خلا هلا هلا قنات یکی از شاهکارهای ایرانیه که باعث شده انسان‌ها بیتونن به کویرهای ایران حیات ببخشن. ایران در منطقه خشک و بیابونی قرار داره. به همین دلیل تهیه آب برای ایرانیان خیلی مشکل بوده و این دلیلی بوده که قنات رو برای تهیه آب ابداع کردن. قنات یا کاریز راه آب یا کانالیه که در زیر زمین حفر شده تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان پیدا کنه. این جوی یا کانال در عمق زمین برای ارتباط دادن رشته چاه‌هاییه که از مادر چاه سرچشمه میگیره. قنات‌ها به منظور هدایت آب و مدیریت اون برای کشاورزی و سایر مصارف به کار گرفته میشن. طبق اسناد قنات از حدود 3800 سال قبل توسط ایرانیان ابداع شده و پس از اون از ایران به دیگر کشورها رفته.